پیش از این در راننده سان فرانسیسکو. در اخبار خواهید دید پلاتین به علاوه آمونیاک برابر است با دستگیر بمبو میدونم تو یه آشغالی، ولی هیچ وقت فکر نکردم یه تروریستی. معلومه جریکو نقشه مهمی داره. کاسه زیر نیم کاسشه. حالا که لیلا دستگیر شده جریکو باید از مخفیگاهش بیاد بیرون و با من روبرو بشه. شهر عجیب غریب شده یا من دیوونه شدم؟ ببین فرق بین توی دیوونه و توی سالم اینه که یکم تندتر رانندگی می‌کنی. تو اصلا نگرفتی چی شد؟ گرفتی؟ تو همش حواست به شهره ولی باید حواست به گور خودت باشه. تو جهنم میبینمت تانه. همه واحدها بین خیابان برانیت و کاراب. تا 2 دقیقه. واحد 40 آدم سی در راه تصادف. از کجا میدونی تصادفه؟ چی گفت تصادف؟ تو واسه این چیزا وقت نداریم من. آتیش کن بریم. کجا میری؟ من قبلا اینجا بودم. هی راجع به چی داری صحبت میکنی؟ بسه حواست به من باشه. پشت سرمونه. برو گاز بده.
جونز متاسفم. چی؟ پلیس از ساکنان ساحل جنوبی و نواحی اطراف درخواست کرد با حفظ آرامش منطقه را ترک کنند. با خبر شدیم که هنوز هیچ درخواستی مطرح نشده. فقط یک هشدار از منبعی ناشناس ساعتی پیش دریافت شده و هیچ مقام مسئولی تایید نکرده که از طرف چارلز جریکو بوده است. همکنون اطلاعات بیشتری از مقامات مسئول دریافت کردیم و آنها تایید کردند که ما اکنون با خطر یک سلاح شیمیایی مواجه هستیم. پلیس از مردم خواسته ماشین‌ها را ترک کنند تا عملیات نجات سریع‌تر انجام شود. KEOC چشم‌های شما در شهر. چشماتو وا کن. باید چشمانو خوب وا کن. چشماتو باز کن ری. باید جلوشو بگیرم. تنر چی شد رفیق؟ بلند شو ببینم. مقاومت کن. دووم بیار. تنر میدونم هنوز صدامو میشنوی. باید دووم بیاری. فقط یه کم دیگه. حرکت بعدی بود تنه. اگه تو اینجایی از که مسئول ماشینت تو همه صورتو بزن منم میزنم. خوش بگذره تنه. حالا اینجا میمونی. از ماشین پیاده شد جریکو. برو پایین زود باش.
دلت برام تنگ شده بود؟ تا چند ساعت پیش اگه میشد دوتاییمونو بکوبم به دیوار شاید میشد بکشمت. چرا نظرت تغییر کرد؟ مثل یه موش ترسیدی؟ هیچ کدوم از اینا واقعی نیست. خب منظورت چیه؟ شاید خوشت اومد. یه دقیقه صبر بزرگراه تو سرمه، ماشینا تو سرمه، جریکو تو سرمه. باشه، قانون جدید، ماشینای لعنتی رو میفرستم به جهنم. مقامات امنیتی هنوز مشغول بررسی ارتباط دزدیده شدن پلاتینیوم و تهدیدات امروز هستند. از آنجایی که ساکنان ساحل جنوبی سانفرانسیسکو محل‌های زندگی خود را ترک کرده‌اند، فروشندگان محلی نگران مثلا خیلی خوشحالم که دوباره می‌بینم زنده. تلویزیون لعنتی رو قبل از اینکه بترکونمش خاموش کن. خیلی به خوب. ما اطلاع داده شده که پلیس در وایسا، تو باید برگردی تو تخته. سویچ ماشین رو لازم دارم. چیز که لازم داری شلواره. در مورد ماشینت هم خبرهای خوبی ندارم. شلوار خودتو بده. ببخشید گندت بزنن جونز، باید خودمو به مرکز شهر برسونم، اونم الان. تو باید تو تختت ببونی. ببین فشار زیادی رود بده. میدونین یه عالمه اتفاقات جوری حرف عجیب. نزن انگار دیوونم. من میدونم تو چی فکر میکنی. ببین عقلمو از دست ندادم. باید بهم اعتماد داری ها؟ بیشتر اوقات آره. هیچ بمبی وجود نداره. از چی داری حرف میزنی؟ این یه کلک قدیمیه. جریکو داره یه بازی دیگه میکنه. هی باید بهم اعتماد کنی. من میدونم چه خبره. باشه ولی بهتر خودت یه شلوار گیری بیاری. ممنونم. کرتی. خوشتیپ شدم. خوبه جان، پسر این نقشه حرف نداره. گیرتو بردم آشغال عوضی. بد نبود.
تا پلیسا بیان بفهمن چی شده تو داری حالشو میبری. اونام دارن 200 دیوونه رو تو کل کشور تعقیب میکنن. تو چی کار میکنی؟ من 30 میلیونمو خرج میکنم. پولی که از تو میگیرم از اینجا برو. واسه چی؟ به خاطر اون پسر یسریش. آره بگاز آشغال. حالا دیگه میخوای کجا فرار کنی جریکو؟
درخواست امداد طرف 40 آدام سی انبار قدیمی محل دستگیری. جونز همه چی تحت کنترل من بود. تحت کنترل؟ نزدیک بود ماشینم داغون شه. حالا میشه لطفاً یه نوشیدنی بخوریم؟ از مرکز به همه واحدها یه مظنون با سرعت بالا به سمت مرکز شهر حرکت میکنه. 40 آدم سی صحبت میکنه. ما میریم دنبالش. مطمئنی بخوای بگم؟ چی؟ آره مطمئنم. با حرف من اینه که تو دوباره همه چیزا از اول شروع کرد. جونز دوباره همون داستان. باشه قبول هرچی ولی این دفعه من محل تصادف فرد. هی پات عروسی برده. ای بابا میرم تو کجا داری میزنی؟ نفش